قدر اون چیزی رو که داری داشته باش. زندگی مثل قلم و رنگ و تو نقاش، باید رنگش کنی همون جور میمونه. آقا اگر روزگاری روزی احساس ناخوشایندی اومد سمتتون، درست اومده به خاطر زندگی تو ایران، به خاطر هر مسئله، ولی دلیل نمیشه که این احساس ناخوشایند رو بالا پر بش بدی. بالا پر نبایدش بدی. اگر بالا پر بش بدی خرمالت میکنه دیگه. روی خوش احساس خوب و بس درس امروز میدون دور به احساس بد نده. اومد سمتت بگو بخند خداحافظ. احساس بد، خوش اومدی، احساس خوب. بله، قدر اون چیزی رو که داری داشته باش. زندگی مثل رنگ و قلم و تو نقاش، باید رنگش کنی همون جور میمونه.